درود. شرکت ایدال دوربین معرفی دوربین دیجیتال کنون 5D مارک II از سری SLR رو تقدیم میکنه. معرفی مدل بروز شده 5D که موفقیتی جهانی در بین عکاسان مبتدی تا حرفه‌ای به دست آورده. چرا این دوربین اینقدر محبوبه؟ جوابش ساده است. چون این دوربین بسیار عالی عکس میگیره و توانایی‌های بسیار زیادی داره. اما یه مسئله رو به خاطر داشته باشین. در واقع کیفیت عکس‌ها توسط استفاده کننده تعیین میشه. یعنی شما. یه معرفی ساده از یه وسیله پیچیده و اینکه شما یاد بگیرید که چطور عکسایی رو که دوست دارید بگیرید. این برنامه به عنوان جایگزینی برای دفترچه راهنمای شما طراحی نشده، بلکه بیشتر بر روی مشخصات و کنترل‌های مهمتر دوربین شما تمرکز میکنه. دفترچه راهنمای دوربین نمیتونه به شما یاد بده که چطور عکسای عالی بگیرید. این برنامه در 4 بخش عمده تنظیم شده. اول در مورد موضوعات اولیه عکاسی بحث می‌کنیم. دوم شما رو در شناخت اجزای دوربینتون کمک می‌کنیم و در قسمت سوم بعضی از مشخصات پیشرفته دوربین رو شرح میدیم و شما می‌بینید که این کنترل‌ها برای رسیدن به نورسنجی درست چطور با هم کار می‌کنن. نهایتاً بهتون نشون میدیم که بررسی عکس‌ها چگونه موجب پیشرفت مهارت‌های عکاسی شما میشن. این دوربین اطلاعات زیادی از تنظیمات در ویزور و نمایشگر LCD خودش نشون میده. علائمی که میبینید به کنترل‌های دوربین اشاره دارن. این نشانگرها با فشار هر دکمه و چرخاندن پیچ تنظیمات تغییر میکنن. دکمه دیسپلی رو فشار بدید تا تنظیمات عکاسی فعال بشه. دکمه رو دوباره فشار بدین تا LCD خاموش بشه. از این صفحه میتونید برای بررسی تنظیمات دوربین و تغییراتی که روی این تنظیمات میدین استفاده کنید. حالا پیچ تنظیمات رو روی حالت تمام اتوماتیک قرار بدین و کلاً اونو فراموش کنید. عکاسان آماتور تنظیمات رو تغییر نمیدن، ولی واسه حرفه‌ای شدن این کار لازمه. دوربین در حالت آتو 4 کار انجام میده. 1. فوکوس میکنه. 2. در مورد مقدار نور و فاصله از سوژه تصمیم میگیره که خیلی مهمه. 3. تصمیم میگیره که شاتر با چه سرعتی باز و بسته بشه و نهایتاً اندازه دیافراگم رو تنظیم میکنه. در یک عکس لحظه‌ای شما یک نوردهی متوسط دارین. این قسمت از پیچ تنظیمات مربوط به بیسیک زون میشه و هر کدوم به حالت خاصی از عکاسی اشاره دارن. انعطاف پذیرترین اونا حالت عکاسی CA یا خلاقانه است. با این گزینه شما میتونید دوربین رو برای گرفتن عکسی عالی و سبک‌های هنری تنظیم کنید. دوربین سایر تنظیمات رو خودش انجام میده. معمولاً عکسای پورتره وقتی که پس زمینه محو باشه بهتر به نظر میرسه. اینطوری باعث میشه که سوژه برجسته تر باشه. وایت بالانس یا تراز سفیدی موضوعی که میتونه خیلی ساده یا یک کمی پیچیده باشه. این به نیازهای شما به عنوان یک عکاس بستگی داره. میخوام مفهوم دمای رنگی نور رو شرح بدم. وقتی ما عکس میگیریم میتونیم منابع نوری مختلف داشته باشیم و هر کدوم از اونها مشخصات خودشو داره. دمای رنگی به طیف نور مرئی که یه جسم رو روشن میکنه اشاره میکنه. ما طیف نور رو با معیاری به نام دمای کلوین اندازه میگیریم. دمای کلوین ممکنه یکم گیج کننده باشه. پس بیاین اینجوری بگیم. هر رنگی دمای کلوین خاصی داره. مثلا اگه به کربن حرارت خاصی بدیم، رنگی که تولید میشه دقیقاً با خطکش کلوینش برابره.